سلام، خدا رو شکر همین اول حریف رو زود پیدا کرد. حریف اونقدر چغر و قوی نبودش و منم ترکیبم چیدم. رفتیم سراغ بازی. بعدش حریف از اونجایی که استویچکوف داشت معلوم بود که میخواد کلا سانتر، یعنی چون که روشش کوی کانتره کلا میخواستش که با ضد حمله گل بزنه، ولی خب خیلی در این کار موفق نبود و گل اولو ما داشتیم میزدیم، ولی خب ما هم در این کار اونقدر موفق نبودیم که در چند دقیقه بعد حریف توپمون رو خیلی خوب زد، ولی هنوز ادامه داشت بازی. زود به این زودی ها که تموم نمیشه، ما هنوز خیلی کار داریم باش. و اینجا با سرعت امباپه و اون اکسلریشن و اسپید 98ش که خودم آپگریدش کردم اینطوری تونست گل بزنه. آپگریدش هم خاصه مخصوصه، اگه خواستید خودم بهتون میگم چطوریه. اینجا حریف داشتش میرفتش که گل بزنه و ما دفاع کردیم و نذاشتیم. بعد خودمون با عاطفی که بلیتسکرلر داره داشتیم میرفتیم گل بزنیم که اشتباهی سانتر کشیدیم به جای اینکه بلیتسکرلر بزنیم. و حریف دوباره با گلر سانتر کشید. دیوید بکام موفق نبود ضربه رو بزنه. لواندوفسکی اینجا داشت در میرفت، بازم سرعتش اونقدر زیاد نبود، نتونست و دفاع حریفم خوب عمل کرد. اینجا حریف باز می‌خواست ضد حمله بزنه که ما نذاشتیم. باش امباپه که سرعتش خیلی زیاد بود پاس داد به کرایوف و کرایوف هم گلش رو خیلی راحت زد. کرایوف 106 که انتظار واسش معنی نداره. بعدش دوباره داشتیم حریف گل میزدش که ما نذاشیم، ولی اینجا حریف موفق میشه به گلزنی و من تکلای ناموفق زیادی داشتم. بازی 2-1 میشه. من اینجا کورنر رو میزنم و خیلی خوب دفع کرد حریف. دوباره امباپه براش پاس عمق هوایی فرستاده شد و نتونست کاری کنه این دفعه، ولی حریف بازم تسلیم نشده بود با اینکه یه دونه عقب بودش که بازم دفاعی ما تونست توپو از حریف بگیره. ما یه پاس به شدت بد دادیم و حریفم با شوت نچندان خوب زد، ولی موفق نبودش روی این توپا کاری کنه. اینجا ما بودیم که داشتیم موفق میشدیم که گلو بزنیم که حریف خطا کرد و ما هم آوانتاژ گرفتیم و نتونستیم کاری کنیم و نیمه دوم شروع شد. توی نیمه دوم بن وایت داشت یه حمله خوب میساخت. ادن هازارد پاسشو داد، امباپه اون یکی پاسو داد و عاطف هم با بلیتسکرلر که داره اون گل زد. توی ویدیو قبلی یه لانگ هم که گذاشتم بلیتسکرلر رو با عاطف میزدم، یعنی چون که بلیتسکرلر داشت میتونستم بزنم. عاطف دوباره همینطوری پاسکاریش رو شروع کرده بود. هازارد یه پاس خوب داد و چون که حریف گل رو آورد جلو ما هم پاس دادیم و لواندوفسکی گل زد. بازیشو 4-1. حریف خطا میکنه اینجا، ما هم از خطا نتونستیم حرکت خوبی بزنیم، برای همین رد کردیم. بعدش اینجا دفاع من داشت موفق میشد که بازم نتونست. اینجا کاناوارو با یه تکل خیلی خوب دروازه‌مون که نه این تکل رو نمیزدم اتفاق نمیافتاد. و اینجا دیوید بکام با یه پاس خیلی خوب پاس داد به امباپه و اینجا هم سوتی دادیم و امباپه دوباره داشت فرار میکرد که لواندوفسکی به اون پاس نداد و بازم گلرش رو آورد جلو. حریف کلا اینطوری بود که گلرش رو خیلی می آورد جلو، بازم ما موفق نبودیم. مارادونا اومد که گل بزنه که باز با یه پاس اشتباه، ولی پاسش رو این دفعه جبران کرد و لواندوفسکی گل پایان رو زد و حریفم نتونستی که بیشتر از این تحمل کنه، لفت داد و رفت. من اول فکر کردم میخواد لوز بزنه ولی لفت داد. دوباره حریف زود پیدا شد، تارانتینه رفتیم سراغ بازی و حریف معلوم بود که اونقدر تیمش قوی نبودش، باید لواندوفسکیشو میگرفتیم که نتونه کاری کنه. چون که مربیش هم روبن آموریم بود معلوم بود که میخواد سانتر بکشه، کلا سبکش اوت واید بود آموریم. دوباره امباپه داشت از اون سم فرار میکرد و عاطف با یه پاس خوب به کرایوف، ولی حریف پنالتی داد. بکام هم پنالتی رو خیلی خوب گل زد.
اینجا ما دوباره حمله بعدیمون خیلی طول نکشید که رفتیم حمله بعد انجام دادیم، ولی بازم حریف کم نکشید. ما دوباره ادامه دادیم و یه حمله خوب. اینجا امباپه خوب کار نکرد، ولی آتپریزال اشتباه خودش رو جبران کرد، ولی این پاسش اونقدر خوب نبود. اینجا کاناوارو داشت سوتی خیلی بد میدادش که رفت شد. دوباره حمله حریف شروع شد و این دفعه تونست یه گل خیلی خوب بزنه. الیور کان هم نتونست سر برابر این توپ کاری کنه. این دفعه کرایوف نوبتی بود که یه پاس خیلی خوب بده به آتپریزال. آتپ می‌خواست یه دریبل خوب بزنه به کاناوارو، ولی بازم کاناوارو توپ ازش گرفت و نتونست. دوباره بن وایت پاس برای راول و امباپه هم برای آتپریزال، ولی هنوز تموم نشده. با یه ریواند قشنگ گلو زدیم و نتیجه تسلیم نشدنمون بود. اینجا خیلی خوب بازی کردیم و عملکرد خوبی داشتیم، ولی یهو تیم حریف حمله کرد و دوباره سانتر کشید. از همون روش خودشون شروع کردن. راول اینجا اومد یه پاس خیلی خوب داد. پاسش محشر بود. پاس هم رسید به امباپه، ولی خب داور انگاری دوست نداشت خطا رو بگیره. دوباره نیمه دوم شروع شد. حریف یه حمله کرده بود که ما تونستیم خوب دفاع کنیم. راول از اون ور فرار کرد و وایت هم قشنگ دیدش و پاسو بهش داد. استویچکوف اومد گلو بزنه که نذاشت و توپ رفت کورنر رو ما اومدیم یه گل خیلی قشنگ بزنیم که حریف با دفاع خوبی که کرد نذاشت. اینجا رایکارد با این پاس خیلی عالی که داد راولو صاحب یه موقعیت خوب کرد که بتونه یه پاس بده، ولی ما اینجا یکم تکراری کردیم و اشتباه کردیم و موقعیت به جایی نرسید. بازم همون رایکارد اومد چطور زد واسه همون کورنر رو گرفت، ولی خب حریف خطا کرد و از خطا هم خیلی چیز به دست نیامد. اینجا امباپه حریف داشت میومد که میخواست کاناوارو ما رو دریبل بزنه، ولی کاناوارو سطحش باخت نمیده این راحتی ها. دوباره کرایوف یه پاس خیلی عالی برای امباپه که سرعت و اکسلریشنش خیلی خوبه. استویچکوف اومد تو با امباپه همکاری کنه و یه گل بزنه و نشد. اینم از بازی دوم که برد بود توش و ما فقط یه بازی برد نیاز داشتیم تا بریم به دیویژن بعد. حریف دوباره زود پیدا شد 4 آنتنه. رفتیم سراغ بازیم. حریف اونقدر ترکیبش قوی نبودش، در سطح خودمون بود. نیمه اول شروع شد. امباپه از همون اول توپو گرفت و داشت تکرویاشو میکرد که یه گل بزنه، ولی حریف نداشت. این حریف معلوم بود که قدر رو خیلی راحت باخت نمیده. اینجا لواندوفسکی اومد هدو بزنه، نتونست. آتپریزال اینجا اومد هدو بزنه که قدش کوتاه و خیلی نمیتونه موفق باشه تو این ضربات، ولی اینجا امباپه اومد کارو یه سره کرد، ولی پاس راول اونقدر خوب نبودش و حریفم من اول فکر کردم میخواد 0 بزنه، ولی نمیدونم چرا من بردم. شاید از بازی رفت بیرون و منم رفتم دیویژن 3.